5 دی ماه را در تاریخ ثبت خواهیم کرد. مردم مبارز و آزادی خواه کردستان، فرزندان مبارز شما در آبان ماه امسال با انزجار و نفرت از حکومت متحجر رژیم جمهوری اسلامی ایران به خیابانها آمده و در راستای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و زندگی انسانی سینه خود را سپر گلوله دژخیمان کردند و در همین راستا از سوی حکومت کهنه‌پرست مورد هدف قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. اکنون جهت ادای احترام به جانباختگان روزهای اخیر و تمامی کسانی که در راه آرمان و آزادی جان عزیزشان را تقدیم کرده اند، روز پنجشنبه 5 دی ماه سال جاری همراه با دیگر شهروندان در اقصی نقاط ایران و جهان در خیزش توده‌ای و مبارزاتی مشارکت نماییم و با اتحاد و همبستگی یک بار دیگر نشان داده خانه پوشالی تزویر رژیم ایران را از بیخوبان ویران خواهیم کرد. در روز 5 دی ماه با مشت‌های گره کرده صدای رسای جانباختگان باشیم.